ای خدا شکر الله. آخه کجای خانم بیا. آخه سلام. وعلیکم مونده نباشی. سلام. چه کاره با چورتی؟ چورتی نداره. برای چی بخونی همسایه ها؟ دیگه خدای مولای ما مسجد برفتیم چند خونه رو برفتیم در زده بیا. کی بوده با خونه اینا؟ چند نفر بودی؟ همین 7-8 نفری بودیم دیگه، تا کوچه همه بودم دیگه. از سرا ما که بیری شدیم برفتیم 20 سرا با او هم اضافه شد، با برفتیم 2 سرا او هم اضافه شد، میده کم کم 10 نفری باشد. اشته به سفره ها اینا زن تن سردل اشته به سفره ها سفریه دیگه. مسلمان ها بعضی داره بعضی نداره، بعضی میوه خشک استونده بعضی میوه تر استونده. یعنی من که دلم است که تو میوه تر میسوندی بیتر بود برفتی یک بار میوه خشک میسوندی چی به درد بخوره؟ با کی میایه؟ کی بیامد؟ من بچه ها تو کیش کردم درکای ننیه نام رفته واله امرو روز دیو میدم هسته. خدا اگه زن من خوبم اید خوب فهمیده باشم یا بفهم تو سک گوسفند بکشتیم یا اولادای چی بگونه درک نانی امرو روز دیو میده تا یک کدوم از اینا درک نکنه. خیر مرد دیگه چرت نزن دیگه. اگه من اونا میگه مشکلی چیزی دیش نگه نتونستم بیایم میایم دیگه، سبایم هست دیگه، مقصد بیایم. بیایم ایت زنکا که شروع شد به چام بیایم. یعنی من همه قدر برای از اونایی که بی ارزش و بی پروایم به چامه که روز اول اید مگر اینا خدای زنکا خوبای میخواستم میام. روز اول ایده بنا وقت من خسرو اینا خوشو اینا گوسفند کشتم برفتم به خونه ارزونه دیگه کاجشتم تمیشته که پا میزنی بردشته که پا میگیدی خسر خوشو اینا فرض پیار همین نداره دیگه چی فرقی میکنه؟ نه که زن همیشه پشتیبانی اولادار نکنه. پشتیبانی نمیکنه من. تو تشویش نکن به این کارا. به اندک کاری میشینه میگه بچه من نمد چه کار شو فلان شو نمکه نمد. خوبه خوب حال جوون مثلا میتونم بیرونی بری میرم برای پس با که بفتکم. خدا نکنه، خدا او روز نکنه که تو بفتکی. خدا تو رو احتیاج محتاج نکنه. ای زن من نفهمم چی گناه کردم که خدا تعالی از من تقاس میگیره. من به میاد چی که میگه داشتم من چی که میگه داشتم صبح اول عید من خوش بودم که به چام بچای دیوار میخدی نوار میخواستم میرفتم نماز عید. بعد از اونم میآمدیم گوسفند خود میکشتیم همینجا نواسام هم میبود عروسام هم میبود بچای دیوارم دیگه جمع میبودیم. خیر حالا غمه نداره گفتم تشویش نکنه که حتما کار جیشتم یک مشکلی جیشتم. تو چی خبر داری از خونه اینا؟ چی بود؟ دنیا بر و قد و همه چی خود بداد. حال فقط جون ایمون بچه زنه اصلا نه احترام به مادر نه به پیر هیچی. اصلا حال اید و ایگپا یاد از یه اولادا برفته که من بچه فلانیم. خیلی دیگه انگاه که بچه ها خو عروس کردی دیگه میگم ما به زن جمع میشه. ما بچه نبودیم اصلا ما شما فرق میکنه. خیلی دیگه ندیدی چی رقم عزت و احترامی بود. شو اولی ده همه بچه دوبرم دیگه جمع نبودیم. چی لذت داشت حالا چی فایده او که بخی خدیم زن خو و خونه یکه باشه یا بره بده این کنار پیر مادر دیگه لذتی داره اگه اولاد بفهمه. معذب صبح اول این چشمان و در کی بچه ما تک تک میکنه میای بچه ما چرا نما بچه ما چرا نیای علتی چیه ما چی بدی که دم زی اولادا حقیقت بالا تو تعدیل او میدانگیری که تو جشتی به چهار تا ندارم به بچه خو یاد میدادی میگفتی به بچه خو که من میده بودم. کم گفتم ندیده که ما چقدر احترام به خورد و کلام خودشتیم. همین بچه ها نمیفهمه آمال نمیفهمه ای که نشد که بچه خود زن دادم دیگه من فکر کنم او رو عروس کردم. اگه کار عروس کردی تو مد میشینی به خاطر یک کلمه بیا به خاطر که بچه تو بیام دیگه نمده میشینی جوش میزنی بخونه که خدای نخواست در دوازار بگیری وای به بدبخته. جوش نمیزنم اون که بخونه خونم زندگی خونم جوش معزینه که او اولاد منه بفهمیدی. او باید زن خود برسانه که من صبح اول عید باید به خونه پیر خو باشم. میری بیا خدمه بریم نمیری تو رو میبرم دم خونه پیر رو تعمیر کنم من میرم به خونه پیر خو که حداقل صبح اول عید من به پیش پیر خو باشم برم خدیو به نماز برم بسونم همین گوسفند پیر می یکیه کسی نیه باشه همین گوسفند خد پیر خو بکشم. این فکرار نمیکنه. تو میگی چرا چرت میزنی
بلیاس خود تو مرد بگه امی روز عید خود خراب نکن مایم بیا من 33 بلای تو بمردی را که نمده هیدون سرگردون تو رو کتیشتی جوشا میزنی خیر باشه دیگه نفری خود نمیکنم اولادامونم ولی همه قدر میگم خدایا بری از اونام همون تا اولاد بده همون تا اولادا بی‌پروایه که نه به قصه مادر باشم نه به قصه پیر او وقت بفهمم قدر پیر مادر چی به خدا خوش تو میامد همسایه 4 تا بچه هم به ردی و نواسای هم دستای به دستی و از این سرا به این سرا من تو کل کوکنک به دنبال از اینا میرم خطاب بخورم وخی انا آمده در چاد خون قرار کردم و تو خودی هم دگه میری بخونه خواه بیدی وخی این تشویشا نکن هیچ جا نمیرم همین خونه باشه که باشه همین بشی هی نخود کرک بجه هی نخود کرک بجه زن نخود کرک نداره اتی جیگر آدم خون میشه به چی جیگر تو خون شاخی؟ چرا جیگر تو خون شه؟ به قرآن تو هله بله میشینی تشویش میکنی خود به دردام مفتلا میکنی نکن به فکر خود خونی به فکر ما باش من به در خونه ها نفته کن بله بخزه بله رفیقا شما بیامدم بریم دکی بشین اختلاف کنی سر شما تیش سفره هست همه تیار کردیه بله چای و همه تیار کردیه راستم میگه به قرآن از اون صبح خیلی من همینجا چشمی به در تشویش میکنه چی بگم دست از این جا خون ها بلا کرده پیر مادر می چکاره که اصل پیر مادر خسر خشوش مانه که صبح اول عید مگه به دستبوسی نبریم اونا شما قلون کرده خدا موزن نگفته که صبح اول عید بخزم برو خودی پیر خوب نماز عید برو و نماز عید بیام بخونه گسپندی داره می گسپنده بکشین خودی پیر خود کمک کنی که این مریضم هسته خیره باشه از اون سر و صبح که پیر تو به این چشمی به در رو به طرف شما کاری ای به چه میایه یا او به چه میایه نفرین که دل نمیشه شما نفرین کنه خب خداوند عالمی که اولادای نصیب شما بکنه که مثل خود شما فقط خود شما